میگفت چند ماه پیش بود داشتم تو اینستا یه پستتون رو نگاه میکردم، باورم نمیشد یه روزی خودم حکایت همون پسته بشم. گفتم داستان چیه؟ گفت همسرم با یه نفر دیگه تو رابطه است. گفتم خیلی خوب، خیلی هستن که میبینن و فکر میکنن که مرگ برای همسایه است. حالا مسئله چیه؟ گفت فهمیدم کیه، من متوجه شدم چرا و چی جوری این رابطه شکل گرفت. حالا سوالم اینه چرا من نه، چرا اون آره؟ این من نه و اون آره ریشه در عوامل خیلی زیادی داره که حتما همکارا تو کپشن می نویسن. اما نکته اینه که همون دلیلی که باعث شد همسر توی یک رابطه دیگه قرار بگیره الان ریشه همین سواله. یعنی چی؟ یعنی تو با عینک همسرت مسئله رو نگاه نمی کنی. درسته سنش بیشتره، درستش تحصیلات کمتری داره، قشنگتر نیست، قدرت کمتری داره و خیلی چیزای دیگه، اما علف به دهن بزی باید شیرین بیاد. نمیخوام بگم درست یا غلط ها، میخوام تشخیص بدم. تو پزشکی همکارای ما آزمایش عکس اسکن برای اینکه تشخیص بدن. تشخیص اینه که توی که داری میبینی هم ممکنه نشانه هایی وجود داشته باشه که بهش توجه نمی کنی. مثلا از زاویه دید من و تو توجیهی نداره، اصلا هم نمیتونه نفر سوم باشه، اما هست و تو به علائم کمتر توجه کردی.